سلام، سینا هستم و امروز اومدیم با هم یه تریک و ترفند جدید یاد بگیریم. توی اینجا ما یه فانکشن داریم به نام تست که یه آرگومان میگیره، ضرب در دوش میکنه و ریترنش میکنه. همون جوری که توی قسمت قبل یاد گرفتیم ما این شکلی میتونیم برای خودمون یه لیست بسازیم. بعد لیست از 0 تا 9 میاد، این هر کدوم از اعداد رو به آی توی آرگومان تست قرار میده، میفرسته اینجا، ضرب در 2 میشه و میاد توی این لیست قرار میگیره و در آخر لیست 1 برامون پرینت گرفته میشه. حالا بریم ببینیم خروجیش چیه. خب همونجوری که میبینید به ما یه خروجی داد با 0 2 4 6 7. خب حالا این تقریبا اگه ما این فاصله رو ما از 5 خط استفاده کردیم تا بتونیم اینو بنویسیمش. حالا اون تریک و چیزی که میخوایم انجام بدیم چیه؟ اینه، با 2 خط کد کارو جمع کردیم. توی پایتون یه مبحثی داریم به نام لمدا فانکشن ها که این قسمت رو از جلسه پیش یاد گرفتیم. توی این قسمت میایم میگیم لمدا فانکشن چیکار میکنه، یه مقدار x میگیره. این مقدار x چیه؟ این همون مقدار x است که میخوایم پاس بدیم به اینجا. حالا این مقدار x چیه؟ بیا آیو برامون ضرب در 2 بکن. حالا برای اینکه ما بتونیم این دوتا رو از هم تشخیص بدیم و جدا به نظر بیاد، من اینجا یه چیز اضافه هم نوشتم که متوجه خروجی‌ها بشیم. دقیقا مثل هم، یا من اینو میتونم اینجا پاک کنم تا دقیقا مثل هم استفاده شده که با 2 خط کد کارو خیلی ساده و راحت جمع کردیم. امیدوارم که لذت برده باشید.